هرچی بیشتر راجع به این هستی یاد میگیرم و میخونم، آخرش میفهمم که هنوز هیچی نمیدونم. هرچی که از این هستی میدونیم فقط یه شناخت اسمیه. انگار انیشتین راست میگفت، همه چیز تو این هستی نسبیه. همه چیز در حال حرکت و یه چیز از بقیه جدا، اونی که عامل حرکته، که من اسمشو میذارم خدا. هیچ چیزی ثابت نیست و همه چیز در حال تغییره. وقتی اینجوری نگاه کنی، دنیا یه رنگ دیگه میگیره. میشه یه دنیای نسبی که خالی از تعصب و دعواست دیگه. وقتی که بتونی بگی شاید من اشتباه میکنم و طرف راست میگه. دیگه زندگی برای یک بودن مطلق به شکل ایدئال جاشو میده به شدن تکاملی دائم در زمان حال. اینجوری زندگی همون یه معنی تازه میگیره یه دفعه. این که رسیدن به مقصد بهونه است و رفتنه که هدفه. حالا این رفتن چیه؟ کجا باید بریم؟ اصلا از کجا میان؟ این همون سوالیه که هممون از بچگی جوابشو میخوایم. فلسفه آفرینش انسان اصولاً بر مبنای تضاده. یعنی روح خداست که دمیده شده در خاک که پسترین مواد. پس اون حرکت دائم بین دو قطب بی‌نهایت، از یه طرف پستی، از یه طرف دیگه رسیدن به بالاترین مقام ممکن در هستی. از این طرف ضعف و جهل و توقف و از خود بیگانگی، از اون طرف عظمت و آگاهی و خلاقیت و جاودانگی. اینجاست که مهمترین خاصیت بشر تعریف میشه که انتخابه. انتخابی که بر مبنای اختیاره. میبینی همه چی رو حسابه. خیلی هم راحت نیست بعضی اوقات تشخیص درست و غلط. این حرکت میتونه کامل برعکس بشه. کارش توجیه فقط. مثلا زیر بار ظلمه ولی با توجیه میگه تن به تقدیر داده. اینجاست که مسئولیت و آگاهی در انتخاب خیلی تاثیر داره. بذار راحتت کنم، من و تو اینجاییم که خدایی کنیم رو زمین. یعنی قدرت خلق و تغییرمونو به رخ هستی بکشیم. همین. شرط خدایی کردن رو زمین آزادی از 4 زندونه. طبیعت و جامعه و تاریخ و آخریش هم خودمون. عامل طبیعت اولین زندونه اگه بشه باورت. یعنی بگی هیچ نقشی نداشتی در انتخاب پدر و مادرت، یا همه بدبختیاتو بندازی گردن جبر جغرافیا. حالا بهت میگم قضیه چیه، بقیه‌شو با هم بیا. تاریخ هم اگه خوب فکر کنی واسه خودش یه جور زندونه. زندونی که قل و زنجیرش وطن و مذهب و زبون. یعنی اگری بگی من سرمو میدم اما نه وطن عزیزم. من میگم وطن چیه وقتی نمیدونم چه خاکی تو سر خودم بریزم. یا مثلا دیندار میشه عقب مونده و ضد دین روشن فکر. یکی صبح تا شب فوش تو دهنشه و یکی شب تا صبح ذکر. یا وقتی میگی شروع بدبختیامون واسه 1400 سال پیشه، اون وقت تلاشت برای حقیقت فقط در جهت یافتن معادل فارسیشه. این که هویتت در برابر فرهنگی که توش بزرگ شدی تابعه، فقط به خاطر تحمیل یه زندون دیگه است به اسم جامعه. هر کی از راه رسید گفت ای بابا ما نسل سوخته ایم. همین یعنی سرنوشتمونو به وضعیت جامعه دوخته. آخریش هم این وجود بیرونی و ساختگی ماست که قابل احساسه، که برای اون خیشتن حقیقی و پاک و کامل ما زندون میسازه. رهایی از جبر این زندونا در گروه آگاهی ماست. پیدا کردن اون اخلاق خداگونه است که تو ذات ما آدم هست. پس تنها راه نجات بشر بازگشت به خودمونه، واسه خلق یه دنیای جدید با راه و رسمی که تا ابد بمونه. اون دنیایی که هر کسی فقط واسه سهم خودش می جنگه با 2012 تموم شد. الان دوباره نوبت یه بیگ بنگه، یه شروع دوباره واسه دنیایی که عشق تنها زبون آدماشه، که به جای شعار برابری شعور برادری حاکم باشه، که تنها سلاح تو دست مردمش یه آگاهی فراگیره، چیزی که با تهدید و شکنجه و اعدام از بین نمیره. دنیایی که تنها رسمش حرکت جمعی به سمت تکامله، دور ریختن هر مذهب و دینیه که باعث جدایی و تقابله.
دنیایی که تصویرشو نقاش هستی از روز ازل کشیده، تصویری که الان یه پازلی شده با تیکه های از هم پاشیده. پس باید خودمونو بشناسیم تا ببینیم جامون کجای این پازله. بعدش سعی کنیم تیکه ها رو به هم برسونیم، حتی با یه دنیا فاصله. سرنوشتمون رو خودمون باید عوض کنیم. چجوری؟ یک کلام. تغییر رو از خودمون شروع کنیم. اینو همیشه گفتم. و سلام.